اومدیم با یک قسمت از گیاهان در برابر زامبیان فیوژن یا ترکیبی یا هر دیگه هر چیز دیگه. خب ما اومدیم شروع کنیم به رفتن مراحل. چیکار میکنم دفعه؟ میتونیم ما این گیاه ها رو برد گیاه رو دوبار تصفانه من انگلیسی واسه گوشی پیدا نکردم، پس چینیه اصلا نمیتونیم پایین. خب ما اصلا آفتابگردون میکاریم، اصلا چپمون میگیریم. آره چیکار کنم؟ آفتابگردون کلیم میکردم مثل اینکه. خب الان باید شروع بشه. بعد اینجا میتونیم از این دوتایی استفاده کنیم. یه این تره چه جالب، این خورشید پرت میکنه. وقتی میخوره یه چوسه به اون خورشید میده دمش کرد. چه دمیج میزنیم؟ نمیدانم، اطلاعی ندارم ولی خب دمیج میزنیم. یک پیشوتر اینجا میکاریم. اول اینو آفتابگردونه رو پیشوتری کنه، همون خورشید میده، هم تیر میزنه. یه دونه اینجا پیشوتری میکنه. یو ابل وزنم میگیری. الان ستینگ میگن، چی میگن این میزنیم؟ این ستینگه. اینا چیه؟ این چیه؟ اینا فکرم صداه. آره فکر کنم صدا تست میکنم، مثلا صدا خفه میکنم. آره صداه، مثل اینکه صدا رو زیاد کنم. خوب این چیه؟ این نمیدونم ولی یکی دیدم کنم سختی بازی من میذارم رو این یکی مونده به یکی مونده. آخه این چیه؟ استفاده داره من وسط میده. حسین سرعت بازی مثل اینکه کم شد. ما با سرعت کم بازی میکنیم، بازی لذت ببریم، نه ایمانیم که فقط تا مرحله ها رو این سگ بریم جلو. بازی لذت ببریم مگه نه بچه ها؟ من یه پله ببرم بالا برای تست. یا حسین زامبیات من میشن. ما یه ردیف آفتابگردون دیگه میکاریم. آفتابگردون و آفتابگردون ترکیب کنم چی میشه؟ میشه آفتابگردون. 3 تا آفتابگردون میشه دمش کرد. این هر ترکیب رو نمیشه داخل این بازی داشت. من یه ردیف آفتابگردون دوتایی اینجوری میکارم برای میشه خورشید تولیدات کنیم و همجوری از همین گرون و ارزون همش میکنم. صورت بازیش انگار این سگ داره انگار نه انگار داره تا وسطه و هنوز گتیم پیامو نکاشته بازی تموم شد و همه بیشتر شده. واقعا سختی بازی بودن رو گذاشتن اینجا دیگه. یعنی زامبیه سگ شدن نشدن و من اینو میکنم فقط قدیمه باشه و همین سادگی نمیدن. محل دوم از این کنهدای عزیز و این دکمه چیکار میکنه؟ این مثلا این گیاه ها نشون میده که اصلا جان چی شده؟ ترکیباتش اینجا نشون میده چیا ترکیب میشه با گردو تا گردو چامپر حسین مثل که با بمب اتم هم ترکیب میشه طبق چیزی که قیافش دارم میبینم و از این قارشای رایگان خالی. شما میین بیرون از کنه این چیه؟ گیاه های دفعه باز قضیه که این چیه؟ های زمین نشون میده. این چیه؟ چرش کاری نمی کنه؟ این چیه؟ این برمیگرد این برمیگرد این برمیگرد نمیدونم. این مثلا یک سری گیاه ها این قرار داشته باشیم که مثلا گیاه های قوی تری هستن دیگه. مثلا نمیفهمم تو چی میگی و آره من فقط میکارم 200 تایی میکارم 300 تایی میکارم اصلا مهم نیست که چی داری میکارم فقط میکارم.
زامبی ها رو پاره کنه و میزنیم اینجوری شروع میکنیم کاشتن یک شوته. این کنده چند سگجونه داره اینه یوز که من غلط کشم اینجا گذاشتم یکی مونده به یکی مونده آخر نمیدونم چی گفتم ولی خوب این زامبی ها نرسیده دارن سوت میشن یه کنهدا که مثلا یه باز خودشون تو این بازی مایکل جکسون هم باشه من چی دارم میگم نمیدونم نه تو سر صورتشون و ایران خود ایران صورت بازی بیارم پایین خیلی خدا دا چی رو دادم کجا نمیدونم چی رو دادم بس ولی اینا رو کام میبینم چه اتفاقی داره میفته یو اصلا زامبی ها نابود میشن آره نه به این که وسطش خیلی سرعتش زیاده نه که اولش خیلی سرعتش کم آقا چیکار کنم جوری بذارید که نیا کن یه تو بایسته که این سرعت یوز حالا دیگه تو سرشش دست نزن داداش این باور کن وسطش گذاشتم اینجوریه بسم الله الرحمن الرحیم میگیم چی راست ترجمات آبلالو رو امتحان نکردم یه دونه میزنم سریع اوه چه خفن بکنم حتی با دمیج بیشتری اگه نزنه بسیار ناراحت خواهم شد بعد دیگه میگم بسم الله بسم الله چیه بگم صورتش اینا بمیرن نمیمیرن کنته دادا واسه من شده جان ویک ای بابا و صد پسر عزیز اومد ما همه گیاه ها رو برمیداریم بگیم ادامه پس ما اینجا شروع میکنیم آفتاب گردون کاشتن اصلا هیچ چیزی که یا مهمتر از این نیست که آفتاب گردون بکاری هیچ چیزی تو این دنیا مهمتر چی یعنی کسی هم تو ایران هست چینی بلد باشه من نمیدونم یوتیوبری تو ایران هست که چینی بلد باشه من راستش نمیدونم ای باشم من چینی بلد نیستم اصلا هیچ ربطی نداره این انگلیسی من ریده حالا دیگه چینی دیگه داد برم بپشد داداش اول داری تو باکت هد میفرستی آقای صدر سر بتونه اینو میکاریم آره دیگه همه اینا رو پاره میکنیم آره بعد از بازی من دیدم خیلی سگ‌های زیست یعنی سگ بود که نه یه چیز مربعی طوره اینجوری بابا این همون که اول بازی استارت کنیم بالاش ادونچر مود دیگه فکر کنم آره دیگه ادونچر مود دیگه این ادونچر پایینش 3 تا پله مختلف داشت اما اونا رو تست کنم ببینم چی داره بعد خواهم بعد این لبود برم اون آخریه میبینیم دیگه ها بعد میبینیم مهم نیست ما این زامبی ها رو آبکش میکنیم آره اما اینو همینجوری سری بومی میکنم قوی تر اینجا پیشوتر حتی ریپیتر هم نیست قوی ترش باز بکنیم نباید بمونه یه مقام رد میشن ویو اومد و من چکار کنم اینا رو بزنیم یک انفجار گیلاسی میزنیم اینا بمیرن چی شد نمیدونم هیچی اینجا این دوتا ماینش
توی دروازه و گل برای تیم من گفتم پول والتر اومد، من گفتم میخوام برم اینو ببینم چیه. اوه چقدر مرحله این چیه؟ این مراحل این چیه بچه ها؟ دستکشه مثل اینکه نمیدونم چیه. من میخوام برم یک دونه این چیه؟ نمیدونم چیه این چیه؟ نکنه چیزه مثلا میتونی گیاه ترکیب آزاد کنی. من بذار برم مثلا یکی از مثلا اینو برم ببینم چیکار. یایکس چقدر زیادن آفتاب گردون کم قرار پاره بشیم ولی خوب اصلا من ترکیبشو ندارم. ولی ترکیبش زده من نه چامپر دارم این چامپر ندارم فقط چامپر ندارم. آره از آن بیا نیم دستم خورده. خب با همین ترکیب پیش میریم. آره ای پول والتر عزیز اومد. من چیکار کنم؟ یه ریپیتر میکنم به امید اینکه اینو بزنیم. میزنی عزیز دل عزیزم میزنیش بزنیش و اون بالای داشتو دست رو نه اینجوری میکنم که این سریعتر بزنه. امیدوارم بتونه بزنه. این چی میگیم پایین یا حسین یا اول آروم باش بیدم زیر باش. این چیه؟ چیکار میکنه این زامبی رو؟ نمیدونم چیکار میکنه فقط میدونم که این زامبی داره. این چی بود؟ دستم خورد اشتباهی. این مثل این که صحنه آهسته میکنه. این چیکار میکنه؟ آفتاب گردون برداشت میتونم باش گیاه ها رو جا به جا کنم. چه چیز خفنیه. فقط اینو بکش تا به فنا نرفتیم. بازم بیریخت من ریستارت میکنم بازی یک بار دیگه امتحان اصلا مهم نیست. ما همینجوری اول بازی آفتاب گردون میکاریم مثلا گرون بکار مهم نیست. ما اصلا مهم نیست مثلا این زامبی عزیز داره میاد منو به جوی که نه مغزمو به جوی و من اینو ریپیترش میکنم تا اینو بزنه. امیدوارم که بزنه. میزنیش ترکیبش پایین دوباره بریم پایین اینا رو ببینید اچ پی گیاه رو نشون میده. یکی چیه؟ یکی اچ پی زامبی ها رو نشون میده. چقدر جالب. من میتونم جیمز باند بازی در بیارم بزنم اینجا باید اینو برگردم. حرکت جالبی بود ولی خوب. ولی خوب که نه یعنی آره حرکت جالبی ولی خوب چی؟ و این وسط داره با کتفه عصبانی نزدیک میشه و ما عالیتر میکنیم وسط رو بزنیم مثلا میتونم چه دیگه ندارم. آره تو بیا بپر اینو نزدیکت بپر. این میمیری دیگه. آره من دادم جنس سریع میترزم بزنتشون بدبخت داری که این جونش پر شد. مثل که والناتا رو چیز میکنی جونشون هم پر میشه. اینو ندیدم. اصلا هیچ کاری نمیکنه. این نمیدونم کار میکنه. گیاه های دیگه هم مثل که جونشون پر میشه وقتی دستکش هم چرا اینجوری شد. خودمون نه نمیشه زومبی ها رو با این میتونم جا به جا کنم. وای چرا خفنه. ولی خب الان فعلا اینا چیه دادا؟ این چیه؟ اینا توی دروازه شری بوم میشه با این ترکیب خوندمشون. اینا شری بوم میکنیم
چرا سگجونالیه این بر داداش چند تایی تو اصلا اتفاق خوبی داشت این هم چه فرقی میکنه باید دونش هم زیاد نیست آخه یعنی تیر میزنه اوه تیراش رد میشه آفتاب گردون رو شنید این شکلیه خورشید میزنه آره اینجا یه دونه والنات بکارم تا اینو با میشه من تا این حالت نیست بعد اینو فهمیدم که مثلا اینجوری میشه باید اینها ترکیب بشه اصلا روشن میشه من از همین فهمیدم اینو آره شاید دیگه تجربه چوری فهمیدی اینو این پایین زد اینو نامرد دوباره نمیدونم اسمش چیه پیشوتر و والنات پیشوتر والنات پینات پینات چه اسم جالب اسمش درسته نمیدونم فکر کنم درست باشه اینو میزنیم چرا نمیبینیم نمیرالمومنین این نمیرالمومنین بچه زامبی نمیرالمومنین رسید تو پارت اول چیز گیاهان در برابر زامبی های چرا ترکیدین؟ چرا ترکید؟ یک توضیح دا اومد نکنیم میمیرم میترکن اگه اینجور باشه واقعا خفنی من همه رایی نمیستم بدون گولی دیگه میسازیم اون خورشید بده نمیشه آفتاب گردونه با این ترکیب کنیم نه با گترین کنیم اینجا ترکیب کنیم اینو بذار روی بذار روی آدرات های وسط خیلی زیاد هم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم رفت از جنازهشون رد شد خیلی باحالیه فقط اینا کم قوی دارم چقدر زیاد یا خواهی تو رو خدا گیلاس های من شارژ شید گیلاس که نیاز ندارم بار جنازهشون رد شد اینا رو میزنیم دیدی این ترکیب چری بونگ و والنات میترگه وقتی میمیره خیلی خوبه وقتی میمیره که نه وقتی میخورنش این خوب از این زیاد میسازم این پیناتش چی اسمش نمیدونم چیه خطه کنم این پینات اینو باک میکنیم هم خواستم شیلبون با هم استفاده کردم اصلا بزنم چری والنات چری بومی بسازم نمیدونم آره اینا خیلی چیزا خوبیه ما که میمیرم یک کاری هم انجام میدم آره چرا زامبی ها زیاده من چری بوم با هم نگه میدم از برشم آخر آره دیگه زامبی ها خیلی وحشی بودن به نتیجه رسیدیم که قبل از اینکه نه یعنی حتما قبل از اینکه بخواید برید یه بازی انجام بدید ببینید که نمونش یک آموزش داخل یوتیوبی داخل گوگل که برید میمیدید گوگل اصلا آموزش نگاه نکنید من این گروه شده این دارم نابود میشن این چیزای بار میکنم با ما نگه میدارم که میخواست فرجم همه کنید بکنم یا حسین کیت آموزنامه عصبانی قبل از این ویدیوهای آموزشی ببینید مثل من نمیدونید بعضی از زامبی چیکار میکنن مثل اینا که سجون علی هن نمیرالمومنین هن نمیدونم هرچی بیان من آموزش ببینید یهو دیدید اومدن از جنازهشون رد شدن اما من میام از جنازهشون رد میشم با چری بوم اوه این آبی هم نمید اوه شما دیگه چه سجون علی هستی تو خونهاتون اینم از این بود این فیوژن چالنج رو انجام دادیم و هر موقع چامپر رو گرفتم میتونم چیز کنم ولی خب این فیوژن چالنج رو میرفتم بهتر نبود شد داشتم میزنیم واسه پارت بعدی نمیریم و ما اتون گرفتم تا مرحله 5 این بازی برم و بعد این پارت رو به اتمام برسیم آره چون که نه چی میگه
آن داره کارهای دستکش من یاد میدهش، من قبلش یاد گرفتم توضیح بدید. آره میشه حرکت خیلی خفنی باشه، مثلا من اینجا میزنم خیلی چیز جالب و خفنیه این دستکشی. میتونید اول بازی که دوستاشید اینو میزنید اینجا میکشه، بعد میاری پایین بزنید اینو بکشه، بعد اینو بکشه، اونم شارژ شده، بعد اونم میزنید بکشه. اصلا اول بازی خیلی میتونه کمکت بکنه، خیلی خوبیه و اینا رو راحت میزنید که اینو میکشه و میاری اینجا اینو میکشه. اصلا خیلی چیز خوبیه. یه گیاهی مثلا من اشتباهی اینجا میکارم، میتونم برش دارم بذارمش اینجا، مثلا من اینجا میکارم خداحافظ. بعد مثلا من خودم با این ترکیب کنم میارم اینجا، بعد با دستکش هم دوست داشتم میتونم ترکیب کنم. عشقم خیلی چیز خفنی واقعا این دستکشه. اینکه میتونیم 2 تا از هر گیاه داشته باشی، این هم واقعا خودش چیز خفنی. بازی رو خیلی خفن کردن و من یاد گرفتم این دستکش چیکار میکنه. میتونی باش یاد برگردیم این دستکش مدل این رو. خیلی خوب سیگی نیاز نبود زدش. اسپریت پیش میکنیم اینا رو بزنه، گتلین پیش هم میکنیم باز هم اینو بزنه، قوی‌تر باشه اینو بزنه. چیکار دارم میکنم بابا؟ من این ترکیبات جالب والنات رو یاد کنم. چه ترکیباتی داره؟ یه پیشوزه رو امتحان کردم، بوم کردم، افتاد گردونم امتحان کردم. یه چیز ترکیب مونده که امتحان کنم. چه اسکول خزیه من دارم گردون دارم. و بعد اینو نمیشه با این نمیشه. چه کار احمقانی اینو دارم انجام میدم. اینو همه نمیزنیم اینا. این پینات ها خیلی خوبه، اسپلش دمیج میزن، این رد میشه، این پشت سریاش هم میزن، اینا خیلی خوبه. یه ردیف و این فونشون این چیه گول داد. فکر کنم مثل بازی هستی میتونی یه زنگ گاردن داری، میتونی توش چیز کنی که این اشتباه کاشتم. وقتی میکنیش خورشی دیگه استفاده کردی و زمان آفتاب گردونه هم باید پس میده دمش کرد. خیلی چیز خوبیه. این به ترکو هم میترگه همینجوری دست گردن چون اون خورشید داد این هم چون میترکه بس همین دست گردن واقعا هم کار کرد. چیز خیلی خوبیه. این اسپلش هم میزن اصلا 500 انقدر باید ساخته 500 تا پول والتر رو هم دیگه میاد از توشون رد میشه، بعد میزنه اون عقبی ها رو میکشه. خیلی مثلا یه زامبی خیلی خطرناک شاید در ادامه ببینیم، مثلا یارو در به دسته که تو لولای شب میان مثلا اونجا میبینیمش و خیلی جونشون زیاده دیگه، جلو یه چیزا وای میستن. این پیناتا تا زامبی ها میان پشتون در بزا وای میشن نمیمیرن، تیرا رو جذب میکنن. مثلا فوتبال زامبی بریم پینات رد میشه و اون زامبی کوچولوهایی که اون پشتن میزنن. خیلی سخته. حالا که توضیح بدم 500 ساعت طول کشید و نه از این مرا خیلی آسونه. اگه دوست داری پارت بعد بیاد لایک کن، کامنت بذار. باش به تو یا حسین افتاد از 13 مینی به اون داد. 13 مینی این ترکیباتش چیه بعد میریم خداحافظ میکنیم. پیشته ترکیبش با آفتاب گردون با این با اون و این آره خفه شدم وای لال شدم بچه لال شدم. چطور بازی بستید. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، کامنت بذار و بگو پارت بعدیش بذار. اگه نذاشتی مهم نیست، من بازم پارت بعدیش رو یه موقعی میذارم. آره منتظر چی؟ برو دیگه. خداحافظ. بای بای.